کشورمان ایران در 3 شهریور 1320 با وجود اعلام بی‌طرفی مورد حمله قوای متفقین از شمال و جنوب قرار گرفت. در این میان 2 برادر دریانورد ناوسروان یدالله بایندر و دریادار غلامعلی بایندر به دفاع برخاستند. غرش رعدآسای توپ‌های انگلیسی در خرمشهر دریادار غلامعلی بایندر را بیدار کرد. او به سرعت خود را به مقر نیروی دریایی رساند و دستورات دفاعی را به افسران ناوها داد و به سوی مرکز فرماندهی مرزی حرکت کرد، اما در میان راه با صفی از زره‌پوش‌های قوای انگلیسی مواجه شد. غلامعلی دلیرانه در برابر نیروهای مهاجم انگلیسی ایستاده می‌کرد. با پس این جمله‌های غلامعلی بایندر در پاسخ فرماندهی که با بیسیم از مرکز او را به ترک مقاومت فرا می‌خواندند این بود: من می‌روم تا ایران بماند. این دریادار شجاع از سوی نیروهای انگلیسی به رگبار مسلسل بسته شد. همراهان او را به عمارت بیسیم بردند و پس از نوشیدن جرعه‌ای آب